اگر سطح مبتدی هستید ازتون میخوام با توجه به این ساختاری که الان میگم و مشاغلی که در کپشن نوشتم یک جمله جدید بسازید. I have a cousin who's a pilot and his wife is a flight attendant and both work in aviation. I have a cousin میشه من یک پسر عمو، پسر خاله، پسر دایی، پسر عمه، همه اینا میشن کازین. I have a cousin میشه من یک کازین دارم که هر کدوم از اینا میتونه باشه. Who is a pilot? Who's a pilot? که یک خلبان است. And his wife. His صفت مالکیت برای آقا. یعنی چی؟ یعنی اگر یک آقا یک چیزی رو داره باید بگی his. اگر یک خانوم یک چیزی رو داره باید بگی her. Her husband. شوهر اون خانوم. His wife. خانوم اون آقا. His wife is a. His wife خانوم اون is a flight attendant. Flight attendant. Flight attendant. مهماندار هواپیما. Flight attendant. And both work. هر دوی آنها. Both میشه هر دو. Both هر دو. Both work in aviation. Aviation or airplane. Aviation or airplane. که هر دوتاش aviation و airplane میشه هواپیما. آفرین. And both work in aviation. که هر دوی آنها در هواپیما کار میکنند. خب ازتون میخوام با توجه به این ساختار و کلماتی که نسبت به مشاغلی که این زیر نوشتم یک جمله جدید بنویسید. متشکرم.